السلام علیکم عزیز، به شما گفتم که پس از هیجوما کردن چیکارها کردن میتونید. پس از اون که رفتید شما هیجوما کردین اومدین به خانه، خب بیریونی تا یک سوتکه نخورین خوب است برای شما، بیریونی فقط. اما شیرینی مثال دیگه چیزا ممکنه، فقط بیریونی تا یک شبانه روز احتیاط کنین، استعمال نکنین. خوب است برای گردش خون شما دیگر میشود تا اینکه گردش خون شما خوب دیگر شود. بعد انا چیز این در کتاب کلانی هیجوما گفتگی، در کتاب کلانی هیجوما عربیش خونده بودم تا یک شبانه روز با هم خوبگی با زن شوهر این احتیاط است که جایهای همون هیجوما چی نشود، آسیب نیابد. تا 3 شبانه روز کاری وزنی کردن ممکن است بعد هیجوما کردن. بعد چی میگن در بانیا رفتن ممکن است، گرمی رفتن ممکن است، آبی خنک قطعا آغاز کردن ممکن است، آبی شیرگرم قطعا آغاز کردن ممکن است. خب در آفتاب چی میگن زگرسه کردن ممکن است. کسی که لبی بر میرد کو تا 3 روز ممکن است هیجومی که لچبنی کرده باشن پوشونده. اگر رود کدگی باشن کسی میگه که هیجم کدگی باشن تا یه هفته ممکن است لبی بر رفتن زگرسه کردن که در آفتابی گشتن. خب بعد هیجوم کردن چی میگن خیلی در وای در جایهای خیلی غلغله که مثل بازار غلغله گشتن ممکن است، باید آرامیده باید باشه تا یک شبانه روز. ایره من خودم میگم، این دیگه کتاب نیست، من تجربه خودم میگم که تا یک شبانه روز در آرامی باید باشه که همون گردش خون کار میکنند و قرار میشه. داخل تصور میکنید شما دیگرگونی پیدا میشه در حیات انسان، دیگرگونی میشه وقتی که جمع میکنه. میگن شونه که بعد اون دیدن کسی هیجوم کدگی نباشه نمیداند، کسی که هیجوم کدگی باشن کو میداند که هیجوم چه به انسان فایده میکنه. مادر رحمتی من گفتم که هیجوم بیا پوچوتن هیجوم کنم، ای بچه‌م نکن ای و میکنی. بعد تا زانو شما هیجوم کردم، ای خدا برکاتت بده بچه دختر جان، درد زانوم خیلی کم شد. اول ریزون نشد رحمتی مادرم، یه بار پای میکنی پوچون دست میمونی خراب در میکنه. بعد گفتم بچه جان استکانای میده چه هست نقطه‌ای که مثلا هر یک точка نقطه استکانای چه داره رسمی داره مایل خیلی بکن. بعد کردم ایگو بگی استکانات درد گفتم بودم خراب وقتی استکانمون در میاد چه جون تو قد کنی سر کنی. بعد که هیچ کدام گرفت استکانا رو ایگو فوچون خیلی سبکش خدام برکت دیا. بله شده خیلی من وقتی که انسان میسو که از که نمیخواه نمیکنه صبر میفهمونیم که هیجوم فایده داره، لیکن متخصص با متخصص باید مراجعت کنیم. فراموش نکنید که نون همه جا نون پس گوه جو نون هر کس پخته نمیتونه. خسته نون است، نون عادی است که هر کس خمیر یورا موافق تعب اون نون شوریده بسته نمیتونه. این خون قطعی کار کردن کاری آسانه. خون میشه که با واسطه خون اینفکسیا غلط آدم ده میشه که لیزر را توزان نکرده بگیره هیجوم کنه یا اینفکسیا بغلطه و جای تبابت میشه هلاکت. برای همین کوشش کنیم به نزد متخصصی که مدیسین دارد، سواد طبی دارد و در بری دیپلم سواد طبیش سرتیفیکات هیجوما دارد و به نزد این انسان مراجعت کنیم که بدونه که گیگین و چی میگن استیپتیکا باید بدونه چیکار کردن در کاره. خب انم خیلی زنده سلامت خونه و سرگان باشین. سلامتتون در جای یکم باید مونین. سلامتتون پیش از اون که میگه و سلامتی را پیش از بیمار شدن باید که ما احتیاط کنیم. بعد که بیمار کشیدیم خواهیم نخواهیم میریم توبت کردن هم خسته پیش از خسارت شدن باید که توبت کنیم، پیشگیری کنیم. مثلا پیشگیری الله تعالی پیشگیری یعنی خداوند عقل داده ما کو کار کنیم توکل به الله کنیم. ما هیچ را میکنیم مثلا پیش از خسارت شدن توکل به الله تعالی خلاص نگشتن میگیم ان شاء الله. توکل کنه خداوند دوست می‌داره. هیچ امر الله تعالی است که میگه که پیغمبر در کتابی وای خوندگیم کتاب پیریبل کосмос خوندگیم که پیغمبر وقتی که ملائکه که گسیل میکنن میگه به کدام طرفی که ننگریستن با آنها خیلی خوش میکردن آنها به ما گفتن ملائکه که ای محمد امتت رو به هجوم کردن امر کن. یعنی که در شب معراج امر کردگی که هجوم کردن امت بگوی که هجوم کنن. پیغمبر با ما نکردن صحبت داد و این حدیث داد خبر دادن که هجوم شفا است، هجوم را کنه. پیغمبر سلام از سرشون کدگن هجوم از وقتی که گوسپند زهرالود خوانده بودن از точке 8 هجوم کرده بودن پیغمبرمون از بالای قبرگاه طرف چپ برای زهرالود شدگیشون هجوم کرده بودن. точке 55 سنت پیغمبر точкой да بالای سرم 32 سنت پیغمبر است. точке سنتی است در چیز
حجامه، یعنی که پیغمبرمون بسیار وقت از سرشون حجامه میکردن، دردی سر داشته پیغمبرمون، دردی سرشون حجامه توبه کردن. بله خب لایک подписаться و подписаться فراموش نکنید. میادم شما